بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیب الله محمد ابن عبدالله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و صد سلام هم خدمت شما عزیزان و مهتران و آرزوی این که همیشه در پناه حق باشید و همیشه هم با طاعات و عبادات خداوند متعال هر روز به سوی معراج الهی پیش برید و همیشه در پناه حق موفق و شادکام و پیروز و سربلند باشید. امروز قصه دیگه ای از قصه های قرآن کریم، قصه حضرت شعیب علیه السلام رو داریم. حضرت شعیب سومین پیامبری است از منطقه عرب نشین که خداوند منان در کلام پاکش قصه اون رو آورده. در قرآن کریم 4 تا از پیامبرایی که ذکر شدند از منطقه عرب نشین هستند: حضرت هود و صالح و شعیب و نبی الله محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم و صلوات و درود بر سایر پیامبران. باقی پیامبران از مناطق مختلفی هستند از جهان. خداوند برای هر قومی در هر جایی از دنیا پیامبر رو پیکی فرستاد که اونها رو به راه حق و توحید راهنمایی کنه. حضرت شعیب در منطقه‌ای که امروز در اردن قرار داره، نزدیک شهر معان، در اونجا برگزیده شد، در منطقه‌ای به نام مدین و منطقه‌ای به نام ایکی. در این دو منطقه حضرت شعیب رو خداوند متعال برای این منطقه فرستاد. در اینجا اصلا این شهرها در مسیر ترانزیت تجارتی اون زمان قرار داشت و کاروانهایی که می اومدند به هر سو که می رفتند از اونجا رد می شدند. این باعث شده بود که این منطقه از نظر بازرگانی رونق پیدا کنه. وضع منطقه بسیار خوب بود، وضع اقتصادیش بسیار خوب بود، مردم مشغول تجارت و بازرگانی بودند. نعمتهای فراوانی رو خداوند منان به این مردم عطا کرده بود، اما متاسفانه اینها به جای اینکه شکر نعمت گویند و عبادت پروردگار رو بکنن، رو آورده بودند به بت پرستی و فساد عقیده. اینها رو واداشته بود به فساد اخلاق. از جانب اخلاقی هم بسیار آدمای طمعکار، آدمای مال پرستی شده بودند. طمع و آز با خون و گوشتشون خو گرفته بود. در سودخوری و رباخوری داشتن. کسی واسه شون چیزی می اومد، اون رو با یک کیل خاصی واسه خرید داشتن، یک ترازوی خاصی واسه خرید، وزنهای گنده گنده رو میگذاشتند. وقتی از کسی چیزی می خریدند، وقتی که می فروختند باز وزنهاشون کوچیک میشد، کیلاشون کوچیک میشد. کسی چیزی می آورد واسه فروخت، عیب و ایراد ازش می گرفتن تا قیمتشو پایین بیارن. وقتی خودشون می خریدن با یک مدح و ثنا و تعریف هایی از اون چیز اون رو با پول گرونی میفروختن و غریبه ای هم که تو شهر وارد میشد فوراً دور بر جمع میشدن و گولش میزدن با کارهای تقلب و دزدی و چپاول و اینا کاراشون بود. راهزنی عادتشون شده بود. در این شهر خیلی راهزنای گنده گنده ای بودن و میرفتن و کاروانها رو جلوشون میگرفتن و چپاولشون میکردن. خیلی از این کارها و فساداتی که بسیاریشون متاسفانه امروز هم در بازار مشاهده میشه، این صفات زشت قوم شعیب علیه السلام بود. شعیب یک جوونی بود در میان این قوم، بسیار دانا، مفکر، اندیشمند و عاقل که مردم در حل و فصل قضایشون به اون مراجعه میکردن و از خانواده های محترم و اشرافی منطقه بود. خداوند متعال خواست که اون رو به عنوان پیامبرش انتخاب کنه و به سوی قوم خودش اون رو بفرسته و حضرت شعیب بعد از اینکه به پیامبری مبعوث شد شروع کرد به دعوت قومش و اونها رو از کارهای بد، از عبادت بت‌ها برحذر می داشت و می گفت که خدای واحد و یکتا را عبادت کنید و از این کارهای زشت و از این سودخوری و رباخوری و چپاول و دزدی و مکر و حیله و تقلب و این کارهای زشت دوری کنید و اون چیزی که خداوند متعال از حلال به شما میده، هرچند که در ظاهر شاید در چشم شما کم
دیده بشه، از اون چیزی که به حرام به دست می آورید هرچند هم که گمان کنید زیاده بهتره، با برکت‌تره، ارزشش بیشتره. اون چیزی که از اون حرامی که تو خونه شما میاد و هر چقدر زیاد باشه اون مسیرش به سوی نابودی است، به سوی مسیر پول حرامی که شما از رباخوری مثلا میگیرید یا از مکر و حیله و تقلب چیکارش خواهید کرد؟ میدید به بیمار میشید، مریضی هایی میاد، همه زندگیتون در استرس و در مشکلات هست و همین پول حرام اومده خونه شما رو داغون کرده. اگه حلال بیاد هرچند هم کم باشه، اون حلال برکتش باعث میشه که شما موفق باشید در زندگیتون و پیش برید. حضرت شعیب با اونها رو تبلیغ میکرد، دعوتشون میکرد به سوی دینش، اما متاسفانه جواب قوم چی بود؟ مسخره کردنش، حضرت شعیب و حرفای بی ربط زدن و میگفتن که یا شعیب ما نفقه کثیرا، این چه حرفایی که شما میزنی اصلا به عقل ما جور در نمیاد، ما اصلا اینا رو نمیتونیم بفهمیم، شما چی داری میگی؟ قیامت رو نمیدونم، روز حساب و کتاب و این حرفا چیه که داری میزنی؟ همین این روزا میبینیم که تو همچین نماز میخونی، حتما همین نمازت تو رو این چیزو یاد داده. دست بردار از این کارا. و حضرت شعیب و مؤمنان رو مسخره میکردن. تعدادی از اهل منطقه به حضرت شعیب ایمان آورده بودند. حضرت شعیب با کمک اونها سعی کرد بسیاری از رهزنان رو جلوشون بگیره و بسیاری از مشکلاتی که در جامعه بود اینا رو حل کنه، اما در مجموع قوم شعیب بسیار مکار و حیله‌گر بودند و همیشه اونها رو تهدید میکردند. و قال الملأ الذين استكبروا من قومه، اون متکبران و ظالمان قومش میگفتن لنخرجنك یا شعیب والذین آمنوا معك، تو رو با اون مؤمنانی که به تو ایمان آوردن شما رو از شهر و کشور خودمون میندازیم بیرون و چنین و چنان میکنین و تهدیدشون میکردن، یا برمیگردید به دین ما یا شما رو میندازیم بیرون. حضرت شعیب میگفت که مگه ما چیمون شده که برگردیم؟ خداوند ما رو نجات داده از اون گمراهی که توش بودیم، الان برگردیم بار دیگه گمراه بشیم؟ هر چه شما تهدید کنید هیچ وقت ما از دینمون بر نخواهیم گشت. و میگفتن که حیف شعیب، تو از این خانواده اشرافیان و محترم هستی، اگه از اینا نمی بودیم ما سنگسارت میکردیم. حضرت شعیب میگفت که خانواده من پیش شما عزیزتر و با احترامش بیشتر از خداوند منان، از خدا نمی ترسید، از فامیل و عشیره و خانواده من می ترسید. و اونا رو نصیحت میکرد که جلوی مردم رو نگیرید، تو راه نایستید، مسخره نکنید، جلوی مردم رو نگیرید که ایمان بیارن. همه کارشون همین بود که سعی میکردن با تبلیغات سو هر کسی که می اومد تو شهر یا افرادی که میخواستن به شعیب نزدیک بشن میرفتن بهشون میگفتن های مواظب باشید، این آدم جادوگریه، این دروغگوست، و همون کاری که مجرمان در هر زمانی با پیامبراشون میکنن اونا رو میکردن. و اما حضرت شعیب و مؤمنان اون چیزی که تعالیمی که حضرت شعیب بهشون یاد میداد اونها رو اجرا میکردن خودشون. این باعث شده بود که تجارتشون رونق پیدا کنه، کسای غریبه هایی که می اومدن بیشتر با اونها تعامل میکردن، چرا که میدیدن که صداقت دارن، دروغ نمیگن و تقلب نمیکنن و مثل بقیه مردم نیستند، اخلاق و مبانی اخلاقی رو بسیار روش حساب میکنن. در مقابل این قوم ظالم و ستمگر بود که روز به روز بیشتر حضرت شعیب رو و مؤمنان رو اذیت میکردن. وقتی که حضرت شعیب احساس کرد که درهای امید به هدایت این قوم به روش بسته شده، اینجا بود که اونها رو تهدید کرد و بهشون گفت هر چه دلتون میخواد بکنید، اما بدونید که شما مسئول کارهای خودتون هستید و ما مسئول کارهای خودمون. حالا ببینیم که خداوند متعال کی رو عذاب خواهد کرد. و یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و من هو کاذب. خواهید دونست که کی دروغگوه و عذاب خدا بر سر کی خواهد اومد. این تهدید که شد اونا باز بدتر کردن، لجاجت کردن و در نهایت حضرت شعیب بهشون گفت وارتقبوا انی معکم رقیب، منتظر باشید، منم منتظرم تا ببینیم که عذاب الهی چطور میاد. اونها هم گفتند عذاب تو بیار ببینیم که چه عذابی میخوای به سر ما بیاری.
و عذاب الهی اومد و اخذت الذین ظلموا الصیحه، یک جیغی از آسمون زده شد، اینها از ترس و وحشت و رفتن تو خونه هاشون پناه آوردن، همونجا میلرزیدن که زمین به لرزش اومد و فاخذتهم الرجفه، زمین لرزید و اینها برای همیشه تار و مار شدن. حضرت شعیب به اونها نگاه کرد و گفت که من چه کاری واسهتون میتونم بکنم، خودتون گور خودتون رو به دست خودتون کندید و من شما رو بسیار نصیحت کردم و الان هم هیچ هم ناراحت نیستم که همچین بلایی سر خودتون آوردید، به هر حال کاری بود که خودتون کردید. از جمله افرادی که حضرت شعیب براشون فرستاده شده بود ایکه بودن. بعضیا میگن که ایکه کسایی غیر از اهل مدین بودن که بعد از اینجا حضرت شعیب رفت نزد اونها، و برخی میگن که نه، یک گروهی از خود اهل مدین بودن در این منطقه جدا از شهر، منطقه خوش آب و هوا و در اونجا درخت و کشاورزی خوب بود. اونها هم همین فتوکپی این ملت بودند و حضرت شعیب اونها رو دعوت کرد. اونها هم دعوت پیامبر رو قبول نکردند و با ایمان و توحید و خدا در افتادند و در نهایت عذاب الهی هم واسه اونها اومد. یک خشکسالی بسیار شدیدی شد، یک گرمای بسیار وحشتناکی که اینها از شدت گرما تو خونه هاشون و آب میریختن رو سر خودشون، نه آب فایده ای داشت نه سایه. در نهایت فرار کردند، رفتند به صحرا. در صحرا خداوند متعال یک ابری رو فرستاد. ابر احساس کردن که زیر ابر خنک اومدن، همشون جمع شدن زیر همین ابر. باد خوشبویی اومد که اینا کیف کردن و در یک آن عذاب الهی از ابر ریختن گرفت. ابر شروع کرد به بارش آتش و اینها مثل ملخ در اونجا سوختن و پودر شدن. این عذاب دنیا بود واسه این قوم ستمگر و ظالم، و عذاب آخرت به مراتب از این بیشتر هست. این خلاصه و چکیده این ماجرای قوم ایکه و اصحاب المدین یا قوم شعیب هست. الان میریم با هم همین تصویر رو در قرآن کریم با هم مرور میکنیم تا ببینیم خدای منان چطور این تصویر رو واسه ما آورده تا ما از این قوم و از امثال اینها عبرت بگیریم. قصص الأوائل عبرة وبيان. در موارد مختلف و در جاهای مختلفی قرآن کریم به قوم شعیب و اصحاب مدین و ایکه اشاره‌هایی داشته. در 3 سوره از قرآن کریم به صورت مفصلتری 3 تصاویر مختلف از زاویه‌های مختلف از این قوم شعیب علیه السلام داریم. در سوره اعراف از آیه 85 تا 93 حکایت این قوم هست که خداوند متعال میفرمایند و الی مدین اخاهم شعیبا، ما به سوی مدینی ها برادرشون شعیب رو فرستادیم. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. اولین حرفی که هر پیامبری میزد این بود که مردم رو عقیدهشون رو درست کنه و اونها رو از بت پرستی و شهوت پرستی به سوی خدا پرستی و یکتا پرستی سوق بده. ای مردم به بتها و قبرها و اینها رجوع نکنید، بیایید پیش خدای یکتا و بدونید که شما را خدایی نیست مگر خدای یکتا. و بعد از این دعوت اصلاح اجتماعی است و اون مشکلاتی که در جامعه هست، مفاسد اجتماعی، اینها رو حضرت شعیب روشون انگشت میذاره. قد جاءتکم بینة من ربکم، از جانب خدا آیات و نشانه های بسیاری اومده بود. حضرت شعیب معجزاتی رو تقدیم کرد تا مردم بدونن که اون ایشون پیامبر خدا هستند. بعد از این حضرت شعیب روی مفاسد اجتماعی بسیار فشار داد و انگشت گذاشت که فاوفوا الکیل والمیزان، که در وزن و اینها تقلب و مکاری و حیله‌گری نکنید. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اون چیزی که مردم دارن اون رو تحقیر نکنید تا به قیمت کم و ناچیزی بخرید. مردم رو گول نزنید و
ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. بعد از اینکه پیامبران اومدن و دنیا رو تغییر دادن و مفاهیم و مبانی اخلاقی و عقیدتی رو آوردن و جهان رو ساختن، شما نیایید و دنیا رو به فساد نکشید. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین. این واسه شما اگر مؤمن باشید بهتره. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. نشینید سر راه ها مردم رو تهدید کنید که نباید مسلمون بشن، نباید کار خیر کنن، نباید و تصدون عن سبیل الله من آمن به. کسایی که به خداوند ایمان میارن اونا رو از راه خدا برمیگردونید. و تبغونها عوجا، اونها رو گمراه میکنید. و اذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم. شما هیچی نداشتید، شما بیچاره و نادار بودید، خداوند متعال به شما رزق و روزی داد و شما رو زیاد کرد و این شایسته است که شما خدا رو عبادت کنید، نه اینکه بیایید و سرپیچی اوامر الهی کنید. و بعد از اون همینطور این قصه میاد تا اینکه میگه قال الملأ الذين استكبروا من قومه. مستکبران و ستمگران و ظالمان و اینا گفتن که اخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معك. ما تو رو یا شعیب و کسایی که با تو ایمان آوردن از شهر و دیارمون میندازیم بیرون، یا اینی که برمیگردید تو ملت خودتون و برمیگردید دوباره کافر میشید. حضرت شعیب بهشون گفتن قال اولو كنا کارهین. شما ما رو مجبور میکنید که به زور برگردیم و کافر بشیم. این هرگز امکان نداره و ما رو خداوند هدایت کرده. قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم. اگر ما برگردیم و مثل شما دوباره کافر بشیم، واقعا دیگه ما دروغ بسیار بدی گفتیم در حق خداوند متعال و به خودمون اهانت کردیم بعد از اینکه خداوند ما را از این بلا نجات داد. و دعا کردن که یا پروردگارا اینها ما رو اذیت و آزار میدن، شما بین ما و قوم ما داوری کن. و قال الملأ الذين كفروا من قومه. این می اومدن به مردم میگفتن لئن اتبعتم شعیبا انکم لخاسرون. اگر شما برید از شعیب پیروی کنید شما واقعا بیچاره هستید، شما نادانید. شما توهین میکردن و بعد و بیرا میگفتن به مؤمنانی که ایمان می آوردن. فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمین. تا این که زلزله شدیدی اومد و اونها رو تو خونه هاشون از بین برد و همشون از بین رفتن. و حضرت شعیب به اونها نگاه کرد فتول عنهم. وقتی از اونجا میرفت بهشون نگاه کرد پشت سرشو و قال یا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربی و نصحت لكم. من پیام خدا رو به شما رسوندم، خیلی شما رو نصیحت کردم اما خودتون قبول نکردین. فکیف آسى علی قوم کافرین. حالا چیکار کنم؟ چه به هر بلایی که به سر خودتون آوردید و این نتیجه اعمال خودتون هست. در سوره هود باز همین حکایت رو، یک تصویر دیگه رو از این حکایت داریم از آیه 84 تا آیه 95. باز هم خداوند متعال این قصه رو به همین صورت شروع میکنه و به سوی مدینی ها ما برادرشون شعیب رو فرستادیم که بهشون گفت هیچ خدایی نیست مگر خدای یکتا، از خدای یگانه پیروی کنید. و اونها رو شروع کرد به دعوت که ای مردم در میزانتون در ترازوتون کمی نکنید. اینی اراکم بخیر. من میبینم که خداوند به شما دروازه های نعمتش رو بر شما باز کرده، شما در خیر و نعمت هستید، نیایید زندگیتون رو خراب نکنید و من میترسم که عذاب دردناک و شما رو همه رو در بر بگیره و نیست و نابود بشید. و یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط. عدل و انصاف داشته باشید، دروغ نگید، مکر و حیله نکنید. همه اینها رو بهشون تذکر میداد و میفرمود بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اون چیزی که خداوند به شما میده از رزق حلال، این واسه شما بهتره. اگر عقل تو کله پاچتون باشه بفهمید این واسه شما بهتره و بیایید و دین خدا رو قبول کنید. قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. میگفتن ای شعیب این نماز تو رو یاد میده که به ما بگی که دین پدرامون، دین نیاکامون، فرهنگ و تمدن پدرانمون رو زیر پا بذاریم و بتامون رو رها کنیم. و چه انک لانت الحلیم الرشید. مثلا تو مرد خردمند و شکیبایی بودی و ما چنین فکر میکردیم. این کارا چیه که میکنی؟ قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینه. ای مردم شما اگر میبینید که من
پیامبر خدا هستم، اگر این شعور رو ندارید، این عقل رو ندارید که بفهمید که من پیامبر خدا هستم و نمیخوام مگر اصلاح، این ارید و الا الاصلاح ما استطعت، من غیر از اصلاح و خوبی واسه شما نمیخوام و توفیق من هم از جانب خداوند متعال هست. نشه ای قوم که بدی بینی شما از من یا مشکلی که اگر فکر میکنید با من دارید این باعث نشه که شما از دینتون یا از خداتون کنار برید و خداتون و اوامر الهی رو پشت سرتون بگذارید و بدین صورت اونها رو نصیحت میکرد و اما متاسفانه مستکبران قبول نداشتند تا اینکه عذاب الهی اومد و اونها رو نیست و نابود کرد. در سوره شعرا از آیه 176 باز حکایت ایکه هست تا 191 که چگونه این مردم حضرت شعیب رو تکذیب کردند و حضرت شعیب باز اونها رو نصیحت کرد و گفت که عدل و انصاف داشته باشید در تجارتتون، در بازارتون، از مفاسد اخلاقی، از مفاسد اجتماعی دوری کنین. و اونها می اومدن می گفتن نه تو جن زده شدی و شعیب تو رو جادو کردن، اصلا تو کی هستی؟ تو یک بشری مثل ما هستی، یه انسانی مثل ما هستی و ما میدونیم که تو دروغ میگی، اگر راست میگی تکی از آسمون رو بکن بزن تو سر ما. و این بود که خداوند اون عذابی رو که خواستند واسهشون فرستاد، ابری رو فرستاد خداوند متعال و این ابر آتیش باروند رو سر اونها و این قوم نیست و نابود شدند. این قصه حضرت شعیب علیه السلام هست و این تصاویری که قرآن کریم در این 3 سوره واسه ما نقل کرده تا ما از این قصه ها درس ها بگیریم و زندگی خودمون رو بر مبنای اون تغییر بدیم و بشیم اون انسان هایی که خداوند منان از ما خواسته. قصص الأوائل عبرة وبيان. قرآن کریم با تقدیم نمونه‌هایی از تجربیات انبیاء گذشته و ملت‌های گذشته، ملت‌هایی که از پیامبرانشون پیروی کردند و به سعادت رسیدند، ملت‌هایی که سرکشی کردند و به شقاوت و بدبختی رسیدند، به ما راه زندگی رو یاد میده. در قصه شعیب هم درس‌هایی است واسه ما. در این قصه ما دیدیم که پیامبر خدا شعیب در یک جامعه‌ای که از نابسامانی‌های اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی رنج میبره و دچار مشکل هست، اومد و این جامعه رو همانطور که به توحید و یکتاپرستی دعوت میکرد در عین حال به اصلاح و ساختار مبانی اخلاقی جامعه هم ترکیز داشت و روشون انگشت میگذاشت. شما و ما مؤمنان هر جایی که دنیا که هستیم، در هر مسیری که هستیم، در هر جایی که هستیم و در هر موقعیت و پستی که هستیم، باید این رو مد نظر داشته باشیم که بله در اولویت هست که ما مردم رو از گمراهی و ضلالت و بتپرستی و شقاوت بگیریم بیاریم به سوی خداپرستی و توحید. اما اگر جامعه کفر رو انتخاب کرد، اگر ایمان رو انتخاب نکرد، خب به هر حال انتخاب با اون هست. در این حال ما باید در فکر اصلاح مفاسد خود جامعه هم باشیم. در جامعه مشکلاتی که هست اونها رو مد نظر بگیریم و در پی اصلاح اونها باشیم. مشکلات اجتماعی که در هر جامعه هست، مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، همه اینها باید مد نظر یک دعوتگر و یک مصلح اجتماعی باشه. و اینی که بعضیا بیان بگن که آقا این کار بازار و مشکلات اخلاقی بازار اینا کار حکومت است، حکومت باید قانونگذاری بکنه، حکومت باید نرخ‌ها رو تعیین کنه، حکومت. خب اگر حکومت نکرد اون وقت چی؟ اون وقت باید جامعه رو بگذاشت که تو پرتگاه و گمراهی بره؟ نه، باید مؤمن و مصلح اجتماعی این رو مد نظر داشته باشه که در هر موقعیتی که هست باید در
فکر انتشار خوبی ها و خیر در جامعه باشه. مشکلاتی که در بازار هست اونها رو اصلاح کنه، مشکلاتی که در خانه هست، مشکلات اجتماعی که خانواده ها از اون رنج میبرن، مشکلاتی که جامعه از اون رنج میبره، چه مشکلات اقتصادی باشه، چه مشکلات سیاسی باشه و چه مشکلات اخلاقی، در هر زمینه هایی باید در پی اصلاح و ساختار جامعه بود. البته که در این مسیر دیکتاتوران، ظالمان، سران چپاولگر، نظامهای ظالم و افراد مصلحت پرست و مصلحت طلب خوششون نخواهد اومد و جلوی راه رو خواهند گرفت، به مؤمنان تهمت ها خواهند زد. اونهایی که بتساز هستند، اونهایی که صدنه قبرها و امامزاده ها هستند، دیگه به مؤمن خواهند گفت که اینها نمیدونم دست نشانده غرب و شرق هستند، اینها خودفروختند، اینها وهابی اند، اینها و اینها. همه اینها این تهمت ها رو پیش از این به پیامبران زدن و در مسیر تاریخ ما این رو داریم که همیشه ظالم و مستکبران سعی میکنن چهره مؤمن رو تشویه و دگرگون کنند و اون رو به یک موجود بسیار خطرناکی جلوه دهند تا مردم از اون بگریزند. اینجاست که یک مؤمن باید سعی کنه همونطور که حضرت شعیب تلاش داشتن چهره خودش رو خوب جلوه بده. اون چیزی رو که دعوت میکنه اولین کسی باشه که خودش اون رو اجرا میکنه، یک الگوی درست باشه، همونطور که حضرت شعیب به مردم نشون دادن که گفتن که هر کاری رو که من به شما میگم اولین کسی که اون رو اجرا میکنه خود من هستم. من این مسائل رو در نظر دارم و جز اصلاح و خوبی واسه شما نمیخوام و در این حال چشم داشت نداشته باشه به اون چیزی که دست مردم هست، چون که اگر خودش و چشمش به دست مردم باشه و به جیب مردم، در به هر حال از چشم مردم خواهد افتاد و این بود که پیامبران خدا و حضرت شعیب همیشه هم این رو مد نظر داشتند و میگفتند که لا اسألکم شیئا، من از شما هیچی نمیخوام، اون اجر و پاداشی که من تمنا دارم و اون رو در نظر دارم، اون اجر و پاداشم رو از خدا میخوام، چرا که من کارم برای خدا هست. و تا توان داشت حضرت شعیب و همه پیامبران در فکر اصلاح جامعه بودند. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، تا در توان دارم من در فکر اصلاح و ساختاری هستم و در مقابل این شبه پراکنی ها و تهمت زدن ها و بهتان زدن های دشمن هم مقاومت میکرد و سعی میکرد که هیچ گونه طعمه تبلیغاتی به دست دشمن نده، هیچ گونه چیزی که به اصطلاح در جامعه به اصطلاح در عرف جامعه، ساختار جامعه اون رو قبول نداره یا مسائلی که از نظر اخلاقی توش مشکل هست و جامعه اون رو نمیتونه هضم کنه، یک دعوتگر باید از اونها دوری کنه، یک مؤمن باید از اونها دوری کنه. مؤمن نباید با لغزش هاش یک طعمه تبلیغاتی بده به دشمنان و همیشه سعی کنه که از شبهه ها و از زشتی ها و بدی ها دوری کنه و اجر و پاداش رو از خداش بخواد، همیشه خداش مد نظرش باشه، دعوتش به سوی رستگاری باشه، به سوی اصلاح باشه و در مقابل این دعوتی که تقدیم میکنه، این فکر اصلاحی که در فکر ریشه انداختن اون در جامعه هست، همیشه مد نظرش خدایش باشه که من فقط و فقط اجرم رو از خدا میخوام، هدفم کارم واسه خداست، رضایت الهی مد نظرش باشه و چشمش به آخرت که اجر و پاداشش رو در روز قیامت از خدای خودش بگیره. این خلاصه قصه حضرت شعیب بود و یک اشاره بسیار بسیار کوتاه به درس‌های و اندرزهایی که ما میتونیم از این قصه داشته باشیم و شما عزیزان با مرور این قصه در قرآن کریم باز بیشتر و بیشتر درس‌هایی رو میتونید دریافت کنید و اونها رو به جامعه و بشریت هدیه کنید و در راستای ساختار جامعه سهیم باشید.